هفته خبر تو خبر داره براتون از زرشکیانی که بالاخره از برنامهش رونمایی کرد و خودش رو اینطوری معرفی کرد. بالاخره ما هم جز شماییم، ما هم به اصطلاح بسیجی بودیم، بسیجی هستیم، بسیجی خواهیم موند و این نگاه بسیجی به معنای واقعی میتونه مملکت رو نجات بده. حالا اگه سوالتون شده که منظورش از نگاه بسیجی چیه، اینجا رو ببینید که رئیس سازمان بورسش چطوری با نگاه بسیجی این همه پول رو قلمبا کرده. یه اتفاقی افتاد، خیلی حرف و حدیث شد، خیلی در موردش صحبت شد. اونم بحث وامی بود که اعضای هیئت مدیره بورس گرفتن، سرجم 4-5 نفر رو هم دیگه اولش 10 میلیارد وام 4% ظاهرا 10 ساله گرفتن. داستان دزدی این طرف طوری تو فضای مجازی پخش شد که مجبور شد خودش استعفا بده. به این میگن دزد ناشی. البته این که باند مقابل این موضوع رو آنتنی کرده به خاطر اینه که دنبال سهمشونن. الان هر کی تک‌خوری کنه تو نظام گیر میفته. حالا بازم بشنوید از زرشکیان که بعد از این همه بسیجی بازی ها حرفش اینه که کاری از دستش بر نمیاد و همه چی وقت تلف کردنه. وضعیت در میاد وگرنه بخوایم به تهران فکر کنیم من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بی‌آبی که وجود داره هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم. حکایت رئیس جمهور خامنه‌ای حکایت همونیه که مایتابه رو گذاشته بود رو گاز، منتظر بود یه پرنده از بالا تخم بذاره توش. اینم وزیر خارجه پاسدارشه که با همین نگاه بسیجی رفته دیپلماسی ساندیسیش رو مدیریت کنه. این در شرایطیه که خودشون میگن وضع برق مملکت تو چنین نقطه‌ایه. بگیم اگه با این دست فرمون جلو بریم سال آینده ناترازیمون 25,000 مگاواته. صادق باشیم، مردم رو مقصر ندونیم، الکی نگیم که مردم مصرفشون زیاده. متوسط مصرف سرانه مردم ایران 1022 کیلووات ساعت در ساله، دنیا 1192 کیلووات ساعته، اروپا 2120 کیلووات ساعته. مردم ما به طور متوسط خیلی برق و کم مصرف میکنن. خلاصه که ریاست جمهوری زرشکیان توی نظام یه چیزی تو مایه های این خیارشوراست. الان به دستم رسیده فرستادم برامون از تهران. عجب خیارشوریه. اینم هست، اینم هست. باز کنیم ببینیم داخلش چیه. تو خالی خیارشور، تو خالی برامون فرستادن. چه جوری هم کو کو چی اینجوری هم بادشون کردن. گفتم خدای چه خیارشور خوبی، چه ترنگن. به قول همکارم توشون موزه کو. حالا بشنوید از خالی باف که تو این وضع و اوضاع اینطوری پشت زرشکیان در اومده. به هر حال آقا میفرمایند موفقیت این دولت موفقیت همه ماست. خب حتما باید کمک کنیم. مواضع من کاملا روشن و شفاف بوده، یواشکی هم نبوده. ولی من بعضیا رو میبینم قلبشون راضی نیست این دولت موفق بشه به هر دلیلی. این منطبق با خواسته آقا نیست. من رقابت کردم، من رقیب بودم، حرف من شنیدید، من بی‌ادبی نکردم، توهین نکردم، تهمت به کسی نزدم. ولی امروز موفقیت این دولت
موفقیت اسلامه، موفقیت نظامه. جوابش رو از زبون این یکی بشنوید که تازه تو باند عظما هم هست. یکی از معیارهایی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن این است که نداشتن سابقه سو. خب من از شما سوال میکنم، وزیری که اومده در فتنه 88 بود، در همون زمان وزارت اطلاعات نامه میده که ایشون جزء فعالینه، بعد دوباره نامه میده به رئیس صدا سیما که ایشون حق نداره تو صدا سیما بیاد حرف بزنه چون خیلی دخالت داشت در فتنه، این باس رأی می آورد؟ طبیعتا نباس رأی می آورد. این وزیر شریک قاتله، شریک این قتله. از اون طرف بشنوید از پهنیان که اونم اینطوری به کیهان عظما لگد میزنه. من واقعا از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم برای دو قطبی سازی در فضای رسانه‌ای یه مقرراتی تو مجلس شورای اسلامی وضع بشه. اصلا انگار این منکریه که معروف شده. روزنامه‌هایی که با خرج دولت ساخته و پرداخته میشن، از کیهان گرفته تا اطلاعات، از جمهوری اسلامی تا هر جمهوری غیر اسلامی که روزنامه‌ای بخواد مثلا مدعیش باشه که حالا نیست، اینا حق ندارن بیان دو قطبی بازی بکنن. مشنگستان این هفته رو با آخرین سوتی‌های زرشکیان شروع می‌کنیم که دیگه باید بهش گفت مشنگیان. برای شما و هیئت همراهتون آرزوی موفقیت. سلامت باشید. سپاسگزارم از شما. خدا یار و یاور همه شما عزیزان باشه. ممنونم. خیلی خراب نکردم. خیلی خراب نکردم. خیلی خوب. ما رو به دیپلماسی وادار میکنه که بلد نیستیم. این روزا آخوندا دنبال اینن که به هر بهونه یه خودی نشون بدن. از این حجت الاسلام بادکنک بگیر، تا اینی که فکر کرده اگه والیبال بازی کنه میتونه طرفدار جمع کنه. بوفالوی نظامم تو این اوضاع و احوال میخواد پوست خربوزه لایحه حجاب رو بندازه زیر پای جانشین دامادش و کاسه کوزه ها رو سر زرشکیان بشکنه. بعد از ابلاغ مجلس به دولت بایستی آقای رئیس جمهور این مصوبه رو ابلاغ کنن و انشالله امیدواریم که آقای رئیس جمهور در ابلاغ این مصوبه کوتاهی انجام ندن. ببینید هوا چقدر پسه که از ترسشون دنبال حفاظت پلیسای جنایتکارشونن. ببینید اینجا حتی ما برای حفاظت از خود پلیس نیاز به قانون داریم. یعنی اساسشون میخوان نظام رو بزنن، میخوان مسائل اینجوری مطرح کنن، حمله میکنن پلیس چنان کرد و چنین کرد. این در حالیه که 40 سال همه چی دستشون بوده و حالا هر چی رشته بودن پنبه شده. شما میگید کار فرهنگی باید که من سوالم اینه 50 سال تقریبا 50 سال این نظام سیاسی هست، پول داره، زور داره، قدرت داره، حوزه علمیه داره، سازمان تبلیغات اسلامی داره، صدها و صدها و صدها مؤسسه داره که ما اصلا حتی اسم اینا رو نشنیدیم، ردیف و جاهای کلان داره، رادیو داره، تلویزیون داره، آموزش پرورش داره. دیگه چی میخواین که بخواین کار فرهنگی بکنین؟ مگه میشه تمام کسانی که در این 50 سال ایستادن و کار فرهنگی کردن همه اشتباه میکنن، همه بینش غلط دارن، همشون بی سوادن، هیچ کدوم اسلام نفهمیدن؟ یه چیزی روی هوا هست که این قراره بیاد و بگه که بله تا الان غلط بوده، اینو میخوایم درستش بکنیم. این هم مشنگ مالکش که هر جا دوربین میبینه یه پپسی برای خودش باز میکنه. خیلی من معروف نیستم به محافظه کار بودن. سال 2014 من در دنیا خطرپذیرترین مرد سال اعلام شدم. اگر نگاه بکنین شدم به قول اینا ریسک تیکر آف دی ایر، خطرپذیرترین مرد سال. در پایان این شما و این هم کیفیت یکی دیگه از محصولات اقتصاد ولایی. یه نی دارم از ورق تارا محکمتره، اینم تستش. صد رحمت به این نی، نگاه چند بار ازش سریدن، تازه دوبلشو نیدی.
فقط داشته باشید بچه‌ها. نگاه کن اصلا حلبی غلط کنه انقدر صفر باشه. اینو میدن 1 میلیارد، حتما هم توی زنده میمونی، اصلا نگران هیچی نبود. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عزمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.